پرداخت حق و حقوق عوامل انسانی و نیروهای انسانی که بزرگترین سرمایه هر مملکتی هستند و مملکت و کشور ما هم به دور از این نیست، در این حوزه در نظر نگیرید، چرا که در این اقدام دو ظلم اتفاق میفته. ظلم اول که مستقیم و تاثیرگذاری خیلی شاخص و مشخصی رو داره در حوزه درآمد انسان‌هایی که کار میکنن، چه کارمند باشه چه کارگر باشه. حوزه دوم هم ظلم به کسی است که این فرمایشات رو کرده و با وجود اینکه اصلا فکر نمی‌کنم 1% هم احتمال داشته باشه که منظورش این بوده، به اونم داریم ظلم میکنیم. خواهش اینه که این موضوع رو در اصلاح الگوی مصرف مد نظر قرار بدید و حد بدانید که موضوع یه چیز دیگه‌ای بوده. اما کارگرانمون تذلیل میکنیم، قدردانی میکنیم، از حرکت و تلاش کارآفرینان و کسانی که این موقعیت‌ها را نیز ایجاد کردند تذلیل میکنیم. به لحاظ ایجاد پدیده‌های نو در شغل از شرکت جندوز، به لحاظ ایجاد پدیده‌های نو در شغل از شرکت جندوز ارس جوای احمد عظیمی، مجدداً شعر لوح تغییر به همراه سکه بهار آزادی. به لحاظ تکمیل و راه اندازی سیستم ها از شرکت نفیس درخشان ارس جناب آقای میر ابوالفضل ابراهیم پور، به لحاظ تلاش در افزایش بهره‌وری از شرکت پلیورد ارس جناب آقای اسلام عبدالله زاده، به لحاظ تلاش در بالا بردن کیفیت کار از شرکت باتری سازی آران نیرو جناب آقای